در این مستند با هم نگاهی به سیر تحولاتی که منجر به اشغال کشور فلسطین از سوی یهودیان صهیونیسم گردید خواهیم انداخت. نگاهی به مقطعی 50 ساله از تاریخ آن منطقه که از قرارداد بالفور در سال 1917 میلادی آغاز و در نهایت با اشغال کامل بخش شرقی بیت المقدس و اراضی فلسطینیان که تحت قیومیت اردن اداره می شدند در سال 1967 میلادی تکمیل گردید. فلسطین در منطقه جغرافیایی منحصر به فردی واقع شده است که خداوند به آن خیر و برکت داده است. یبوسی ها از 6000 سال پیش در آنجا سکونت داشتند و در قدس که آن زمان یبوس نام داشت زندگی می نمودند. پس از آنها قبایل کنعانی به این منطقه آمدند که در شمال فلسطین ساکن شده و فلسطین به سرزمین کنعان معروف گشت. اما به احتمال زیاد نام فلسطین برگرفته از قبایل پالستیا است که از راه دریا وارد این سرزمین شده و با ساکنان آن ادغام شدند و این سرزمین به نام فلسطین شناخته شد. در طول تاریخ فلسطین اقوام متعددی بر آن حکومت کردند. و آخرین حاکمان آن مسلمان ها بودند که تقریباً 1100 سال حکمرانی نمودند. طی قرن‌های متمادی پیروان ادیان مختلف مانند مسلمین، مسیحیان و یهودیان به صورت مسالمت آمیز و در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر در این منطقه زندگی نمودند. در اواخر قرن 19 میلادی اولین نشانه‌های پروژه صهیونیستی نمایان شد و نخستین فصل‌های مسئله فلسطین شکل گرفتند. در آن دوران جمعیت فلسطین تقریباً 460,000 نفر بود و یهودیان در آن زمان تنها 3% از جمعیت کل فلسطین را به خود اختصاص داده بودند. با قدرت گرفتن اروپایی ها ظلم و ستم علیه یهودیان هم افزایش یافت. لذا یهودیان به فکر افتادند که به وضعیت خود سر و سامان دهند و از کشورهای محل سکونتشان به کشوری واحد مهاجرت کنند. اما سوال این بود: به کجا؟ این سوالی بود که تئودور هرتزل روزنامه‌نگار صهیونیسم آن را مورد بررسی قرار داد و در کتاب خود پیشنهاد تشکیل وطنی برای یهودیان پراکنده در سراسر جهان را داد. وی برای این کار فلسطین، آرژانتین و مناطق دیگری از آفریقا را پیشنهاد نمود. وطنی یهودی که در آن هیچ حرفی از قداست بیت المقدس و یا معبد سلیمان نبود. به دنبال آن قضایا کنفرانس‌های متعدد یهودی برای جمع آوری کمک‌های مالی و حمایت از جنبش صهیونیستی تشکیل شد و در نهایت قرعه فال به نام فلسطین افتاد. یهودیان با نفوذ در آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگر دولت‌های خود را برای کمک به تحقق این هدف تحت فشار قرار دادند و بدین ترتیب مهاجرت یهودیان به فلسطین آغاز گشت. 25,000 مهاجر یهودی از اروپای شرقی و روسیه راهی فلسطین شدند و جمعیت یهودیان فلسطین را به 5% رساندند. در ادامه خواهیم دید که چطور این مهاجرت‌های گسترده یهودیان دارای گرایشات صهیونیستی عامل اصلی درد و رنج ملت فلسطین شدند. با هر مهاجرت مشکلات مربوط به درآمد و مسکن و اراضی میان یهودیان و فلسطینیان افزایش می‌یافت. بزرگان قدس در سال 1891 به دولت عثمانی اعتراض کرده و خواستار مقابله با روند مهاجرت یهودیان روس تبار به فلسطین و ممنوعیت تملک اراضی از سوی آنها شدند. اما مهاجرت یهودیان متوقف نشد و 40,000 مهاجر یهودی دیگر وارد فلسطین شدند تا جمعیت یهودیان
به رقم 8% برسد. با تضعیف دولت عثمانی و پایان جنگ جهانی اول، بریتانیا و فرانسه سرزمین شام را بر اساس توافقنامه سایکس پیکو میان خود تقسیم کردند. مارک سایکس بریتانیایی و فرانسوا ژورژ پیکوی فرانسوی با آن طرح شوم و مملو از خباثت خیش باعث شدند تا علیرغم گذشت یک قرن کامل از تقسیم بندی و مرزکشی هایی که آن دو انجام دادند، منطقه خاورمیانه هرگز روی آسایش نبیند. انگلستان به موجب توافقنامه سان ریمو فلسطین را تحت سلطه خود درآورد و با اجرایی شدن وعده بالفور موافقت کرد. اما وعده بالفور چیست؟ در سال 1917 بریتانیا وعده‌ای مخفیانه به یهودیان داد که به موجب آن متعهد به کمک به آنها برای تشکیل وطنی قومیتی خود در فلسطین و تسهیل روند مهاجرت گسترده و تملک اراضی در آن شده بود. این وعده همچنین مورد حمایت دولت آمریکا هم قرار گرفت و این وعده تأثیر زیادی بر روی مسئله فلسطین داشت. با ورود موج سوم مهاجران یهودی به فلسطین، جمعیت آنها به 12% رسید. اما با این وجود آنها فقط 3% از اراضی فلسطین را در اختیار خود داشتند. در سایه این تحولات ساختار جمعیتی فلسطین تغییر کرد و مشکل عرب‌ها و یهودیان شدت بیشتری به خود گرفت. پس از آن 7 کنفرانس بزرگ فلسطینی در مخالفت با وعده بالفور برگزار گردید و نخستین انتفاضه فلسطینی شکل پذیرفت. پس از آن یافا به عرصه ناآرامی‌های بزرگ تبدیل شد و اجلاسی که در نابلس برگزار گردید خواستار تحریم اقتصادی صهیونیست‌ها شد. در ادامه این راه شورای عالی اسلامی به رهبری حاج امین حسینی تشکیل شد و در مقابل سازمان هاگانا هم به عنوان یک مؤسسه نظامی صهیونیستی شکل گرفت. هاگانا با اینکه یک سازمان سری و نامشروع بود، اما دولت قیومی